سلام بچه، اینجا معدن اولیا، داریم بریم سمت معدن فیروزه نیشابور. انشالله خدا بخواد تا 10 دقیقه دیگه سمت معدنیم. برم واسهتون کامنت بذارم، بعد پست بذارم واسهتون که کامنت های خوب واسه من بذارین. ممنون میشم کامنت های خوب واسه من بذارین. ممنون میشم. متشکر. خداحافظ. بگیرم در حال رفتن راه. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها در حال رفتن به معدن فیروزه. این هم ورودی آبی، در آبی ورودی. این سمت راست من نگاه کنید، این خاکریزایی که از معدن فیروزه میارن بیرون میریزن اینجا. بعد اینا این خاکریزا کلان ضایعات های معدن فیروزه، اینا میریزن اینجا. بذار بهتر نشون بدم. ماشین میرم عقب‌تر، بهتر نشون بدم. اینجا کلا ضایعات خاکریز هر چی از معدن فیروزه میاد بیرون میریزن اینجا. این همه فیروزه است. مردم محلی جمع میکنن یا خود کارگرها از توش فیروزه در میارن. حالا بریم تا داخل خود معدن فیروزه. بچه‌ها این هم ورودی معدن فیروزه نیشابور. ورودی معدن. اینا نگاه نکنه ما نگه نداشتن، ما آشنا داریم اینجا، باشون هماهنگ کردیم. بعد این جنگل اگه میتونید بیان نیشابور. 40 کیلومتر، کلا 40 تا 45 کیلومتر از نیشابور راه داره تا معدن فیروزه. بیان اینجا، واقعا دیدنیه، هم از لحاظ طبیعت، هم از یک چیزایی داره مال قدیم، مال زمان شاه. خدا رحمت کنه محمد رضا پهلوی رو. خانه‌های سازمانی ساخته برای کارگرها و مهندسا و پرسنل معدن. این خانه همه سازمانیه. این خانه همه زیاد از اینا بهتون نشون میدم. پایین زیاده. زمان شاه این خانه رو میساختن برای پرسنل که تو معدن کار میکردن. Let's go. این هم برای گردشگری درست کردن مال معدن فیروزه که هنوز افتتاح نشده، به صورت کسی استقبال نشده که بیان واقعا بیان اینجا. هر موقع هم جمعه ها نیستین، مال خراسان رضوی هر کی بود میتونه بیاد اینجا. مال شهر و اطراف میتونن برای گردشگری خوبه. اینا درست کردن اینجا، بیان خوشحال میشن بچه‌ها اینجا. ممنون. این کوها بچه‌ها، این کوها کلن زیر سوراخه، همش معدن. این کوه معدن فیروزه نیشابوره، کلن زیرش همه سوراخه. اون خاکریزا ببینید بالا، اونا از بیرون میرن میکنن، از داخل هم بهتون نشون میدم که همه کلن این کوه سوراخه. حالا بریم جلوتر تا ببینیم چی میشه. فعلا اینجا هم ساختمان اداری معدن فیروزه است. از خانه بهداشتش بگیر برو جلو تا قسمت موتوری، قسمت مهندسیشو، قسمتی که فیروزه های نیشابور رو به مزایده میذارن و کلا اینجا خانه اینجا. بعد خانه نگهبانی اون بالا، بریم با نگهبان هماهنگ کنیم و بریم از دم در بیرونیم، در باز کنیم، بریم خونه، بریم داخل معدن. فعلا بچه‌ها اینم واگنایی که فیروزه نیشابور از داخل معدن میارن بیرون. فیروزه رو میارن بیرون، تو اینا فیروزه میریزن میارن بیرون. خاکریزه از پایین بهتون نشون دادم. با از این طریق از داخل معدن میارن میریزن اینجا. کل دشت کلا این کوه همه معدن فیروزه است. اینا کلا مال کارگرها و فیروزه رو اینجا میریزن. فیروزه رو این کوه الان در ورودی معدن فیروزه است. مردم آمدن دارن نگاه میکنن. بعد وارد نگاه اینجا کلا الان آبش کم شده. قدیما آب زیاد میان از این کلا آب دو تا روستا از این منطقه میان رفت بیرون. بعد این الان بچه‌ها اصلا فهمیدن دیگه من در باز میکنم. من خونه نیومدن. بیان اینجا داخل معدن فیروزه بده. باز بشه اینجا حمام بشه. یعنی هر کارگری که میاد بیرون باید بره حد دوش بگیره،
گوش میگیره بعد کلاه ایمنی استفاده میکنن همون پله آمدن بیرون که برای امنیت خودشون برای یه فیروزه چیز فیروزه بر ندارن از این برنامه. بعد اینجا هم که بیاد دوربین بیاد داخل در سه تا پلم داره. اینجا رئیس ارشد نگهبان اینجاست. الان شانس ما بسته رفت. پنجشنبه ما دیر رسیدیم اینجا. بهتون گفته بودم که میریم معدن فیروزه بگیریم. حالا قول دادن به ما که بریم در باز برن تا ببینیم چی میشه. فعلا بچه اینجا اول ورودی معدن فیروزه است که اینجا فیروزه ها رو میارن برای مزایده میذارن. همه مردم میتونن شرکت کنن. از 5 میلیون شروع میشه به بالا. دیگه بستگی به خودتون داره که فیروزه چه فیروزه انتخاب کنید. اینجا محل مزایده فیروزه هاست. از داخل گوشی بیارن اینجا بستگی به خودتون داره. ممنون میشم لایک کنید. بچه های این کامیونایی که اینجا میگونین تولیدی شرکت آمیکوست. خب آمیکو این هم شرکت این هم لودر و بیلبیکانی که گرفتن واسه اکتشافات جدید معدن فیروزه. این هم مال شرکت آمیکوست. بعد پارکینگ خودروهاش خودمون. بعد حالا داریم میریم کجا؟ داریم میریم دم غار بالا، معدن بالا. محلیان میگن غار، حالا ما میگیم غار یا معدن. بریم معدن بالا. اون بالاها رو کوها گفتم همه کوها رو کندن. خب ولی ورودی که بهتون نشون دادم مال دوره قاجاره. بچه‌ها گوش کنید، دوره قاجار برمیگرده به 700-800 سال پیش. اینا مال امروزی دیروز نیست، اینا مال قدیماست. حالا بریم اینجا. یک برادر خانم خودم اینجا نگهبانه اینجا رو. بعد اینجا اگه همکار نشون بده اینا همه اینا فیروزه است. همه اینا فیروزه، کل این کو فیروزه است. پشت سر فیروزه است. الان زیر پای ما فیروزه است همه جا. اینجا هر کس راه نمیدن که داخل بیاد. فقط تا پایین جای صندوقای گردشگری بود، تا اونجا آدم میذارن بیاید. این ایورا نمیذارن هیچ کی بیاد. کلا این کوها تپا همه فیروزه است. اون بالا نکن، اون بالا همه فیروزه است. یعنی اینجا خواستش بشینی 5 میلیون کار میکنی. خواستش بشینی همین بشینی 10 دقیقه کار کنی، 10 دقیقه. ولی به هر کس نمیذارن بیاره فعلا. اون غار روبروی میبینی اونا برمیگرده به دوره شهداد و دوره قاجار. اینا هر کی تنیسی زمان قدیم برای خودش همین کور سوراخ میکرده تا بعد از انقلاب دیگه قانونی شد و دو طرف کور سوراخ کردن و یکی اینجاست دیگه اون پایین که ورودی اصل کاریش پایینه. بعد اینجا که ورودی نگهبانی و دور به موبینا هم اونجا هست. ولی همونجور که بهتون گفتم اینا همه فیروزه است کندن. این کوه ها کلا فیروزه، همه فیروزه. قربون خدا برم چی فیروزه تو این روستا گذاشته برای روزی این منطقه و این مردم این روستا. اینجا اون سگ داره به ما حمله میکنه. بریم نگهبان چیکار میکنه؟ میتونیم آقا نگهبان دست باش ببندیم. ممنون فعلا.